نماز که بزرگترین عبادت هست به این عبادت بزرگ پایبند باشید و برای نمازهای ما اهمیت ویژه قائل باشیم. کاهل نمازی نکنید، در نماز سستی نکنید و نماز قضا نکنید و اگر قضا شد احیانا ما سریع قضای نماز را در اول وقت که وقت نماز هست ما باید در اولین فرصت وقت قضای نماز را بیاوریم. کوتاهی در نماز و کاهلی در نماز و سستی در نماز فراموش کردن ملاقات با الله تعالی است. کسی که نماز نمیخوانه یا کاهل نمازی میکنه یا نماز در خانه میخواند و مسجد نزدیک موجوده، صدای اذان را داره و صدای اذان به گوشش هست و به مسجد نمیرود، معنی این که این روز برگشت به سوی الله را فراموش کرده است. چرا نماز بزرگترین دستور الله است و بالاترین عبادت بعد از ایمان. امروز متاسفانه نماز در جامعه ما ضایع است و بسیاری از فرزندان ما و بسیاری از اماها متوجه نماز را ضایع میکنیم و نماز میخوانیم. اونی که نماز میخوانه در نمازش خشوع نیست، سکون و آرامش نیست، در نمازش عاجزی نیست، در نمازش بود درماندگی لازم و راز و نیاز با خدا که نماز راز و نیاز با الله نیست. ولی حضرت این نوع ضایع کردن نماز، همانطور که نخواندن نماز ضایع کردن نماز، خواندن نماز ولی نماز بی روح که روح داشته نباشه و روح نماز تضرع، حالت تضرع زاری، حالت خوف و ترس در نماز هست، حالت سکون قلب و آرامش قلب و توجه قلب الله و آرامش بدن و سکون بدن در حالت نماز و که حضور در بارگاه الله تعالی است و قیام در دربار الله تعالی، رکوع سجده در درگاه الله تعالی. اینها را که نماز نداشته باشد عزیزان من، نماز روح نداره و امروز یا نمازمون بی روح است و یا اینکه نمازمون کوتاهی و کاهلی است.